گذشت که من لیلی رو ندیده بودم. رفت آمدها و مذاکرات دیپلماتیک برای حل مسالمت‌آمیز اختلاف و رفع بی‌آبی به قدری زیاد شده بود که من غم و درد خودم رو فراموش کرده بودم. حتی یک قطره آب در آب انبار دیجان سرهنگ باقی نمانده بود. آقا جان کوچکترین اعتراضی نمی کرد. به دستور او آب در خانه ما جیره بندی شده بود و به همین دلیل ما هنوز کمی آب در آب انبار ذخیره داشتیم. چشم امید همه به فعالیت‌های دیجان سرهنگ دوخته شده بود. سرنوشت او در بحران بی‌آبی بستگی مطلق به سرنوشت ما داشت. برو پیش بچه. خانم ها آقایون، از این وضعی که پیش اومده روح مرحوم آقای بزرگ در قبر میلرزه. من هرچه میتونستم برای حفظ اتحاد این خانواده قدیمی کوشش کردم، حتی به دست و پای هر دو افتادم، ولی نه خان داداش و نه شوهر خواهرم از خر شیطون پایین نیومدن. حالا دست به دامن شما شدم که یک کاری برای حفظ اتحاد مقدس چند صد ساله این خانواده بکنید. آقای شمسعلی میرزا، خواهش میکنم نذارین پای نظمیه و عدلیه به این خونه باز بشه. بله. تشکر میکنم از خانم ها و آقایان که افتخار دادن به بنده. به عنوان رئیس جلسه لازم است بگویم که بنده از بدو تأسیس عدلیه با سمت مستنطق در عدلیه خدمت کردم. بنده تحقیق و استنتاق و کلید حل هر مسئله اعم از سیاسی، اجتماعی، خانوادگی و غیره میدانم. به این جهت پیشنهاد میکنم که قبل از هر چیز باید روشن بشود که اون صدای مشکوک شب مهمانی جناب سرهنگ که باعث به وجود آمدن تمام این اختلافات شده است، آیا منشأ انسانی داشته یا غیر انسانی؟ ثانیاً در صورتی که منشأ انسانی داشته است باید معلوم بشود که آیا از ناحیه شوهر خواهر شما یعنی آقای دکتر بوده است یا نبوده. ثالثاً اگر از ناحیه شوهر خواهر شما بوده است عمدی بوده یا غیر عمدی؟ اگه معلوم بشه صدا حتما از آقای دکتر بوده که دشمنی بد. بله خیلی بهتره. خانم عزیز سلطنه کاملا درست میفرمایند. ما جلسه کردیم که بلکه اونا رو آشتی بدیم، نه اینکه اونا رو بدتر به جون هم بدیم. اگر این دادگاه صاحب کشف حقیقت نیست، پس بنده با اجازه خانم ها و آقایان مرخص. خانم آقایان هرچی باشید داداش مستنطق منتظر خدمت عدلیه هستن، ما که وارد نیستیم. خانم داداش شما قبول کنید با تحقیقات شما موافقیم؟ بله خواهش میکنم، یعنی همه خواهش میکنم. بنابراین بنده سوال اول خودم رو مطرح میکنم. شما که همگی در مجلس مهمانی اون شب حضور داشتید، آیا اون صدای مشکوک منشأ انسانی داشت یا غیر انسانی؟ انسانی. غیر انسانی. مثل صدای صندلی بود. مومنت من بین انسان و صندلی تردید دارم. سلامت باشید، بنده گوشم کمی سنگینه، به وضوح نشنید. ساکت خانم ها و آقایان، بی صدا. حالا که کسی نمیدونه اون صدای مشکوک منشأ انسانی داشته یا غیر انسانی، بنده سوال فرعی مربوط به سوال اصلی اول رو مطرح میکنم. بفرمایید. باید دید چه کسانی نزدیک محل بروز صدای مشکوک نشسته بودن. آقا، خود آقا. نه اون که حاضر نمیشه بیاد اینجا. دکتر، شوهر خواهر شما؟ اونم نمیاد، افتاده سر لج. من مفصل باش حرف زدم، هیچ جوری راضی نمیشه.
قمر خانم دختر خانم از سلطنه. بله بله عمو اسدالله، منو صدا کردین؟ نه جونم، نه قربونت برم. برو بیرون. همین جوری صدات کردیم. بله. سلامت باشید، سلامت باشید. اشکالی هم نداشت نشست اینجا. قمر هنوز بچه چه میدونه استنتاق چیست؟ راست میگه عزیز خانم. پس شما بفرمایید بنده از کی باید استنتاق بکنم؟ صبر کنید. اگه خاطرتون بیاد اون شب کنار دست خانداداش مشقاسمم بود. مشقاسم کنار دست آقا نبود، پشت سر آقا بود. حالا آقا دستگاه جهتیاب صدا که نداشتن. بنده پیشنهاد میکنم یه نفر رو بفرستیم دنبال مشقاسم. اگه از تحقیقات نتیجه نگرفتیم باید یه جوری مشقاسم رو راضی کنیم که قبول کنه این صدا از ناحیه اون بوده. آقا حرفمون رو قبول میکنه. اینجوری شاید دعوا فیصله پیدا کنه. این مشقاسمو من خوب میشناسم. آدمی نیست که زیر بار بره. اون اینجور صداها رو جزو مسائل ناموسی میدونه. اگه یه پول خوبی بهش بدید شاید قبول کنه که مشقاسم پولکی نیست. مشقاسم چند وقت پیش میگفت فقط یه آرزو داره یا آبنبار تو قیاس آباد قم بسازه وقف مردم کنه. خودشه. احسن سلامت باشین. پیشنهاد معقولی بود. من که چشمم آب نمیخوره مشقاسم قبول کنه. باید یه جوری راضیش کرد دیگه. خرج آبنبار کم پولی نیست. بهش میگیم عوضش تو اون دنیا خدا از اعمالش راضیه. آبنبارشو یه وجب بزرگتر بگیرین قبول میکنه. مشقاسم، آهای مشقاسم، بیا بابا جونم کارت دارم. آقای سرهنگ با ما چه کار دارن؟ میخوان چیزی ازت بپرسن. خدایا خودتان به خیر بگذرن. به مشقاسم. بیا تو جناب. بیا تو. خب آقای مشقاسم، شهادت شما برای اتحاد یک خانواده اصیل لازمه. قسم بخورین که جز واقعیت چیزی نگین. آقا ما کی تا حالا دروغ گفتیم؟ آقای مشقاسم، شما اون شب مهمانی جناب سرهنگ که وسط صحبت آقا یه صدایی بلند شد، صدا رو به گوش خودت شنیدی یا نه؟ بله؟ والا آقا دروغ چرا؟ تا قبل آقای مشقاسم، شما در برابر یک قاضی ایستادین. یعنی چی؟ ببخشید حضرت والا، مشقاسم این عادتشه. یعنی از اینجا تا قبل 4 انگشته چرا دروغ بگم؟ آقای مشقاسم خواهش میکنم دیگه این حرکت رو تکرار نکنین. جواب سوال بنده رو بدین. چشم آقا، ما نوکر شماییم. شما فرمودین که اون صدای مشکوک آقا. یعنی چی؟ یعنی چی؟ شما گفتی مشکوف، بنده گفتم بگو مشکوک. والا دروغ چرا؟ حالا فرقش چیه؟ فرق چیه؟ فرق این که ما گفتیم با اون که شما گفتیم. ای با آقا صدای مشکوک یعنی مومنت ساکت. یعنی چه؟ خنده آقا با عدالت با دادگاه نباید شوخی کرد. داداش لطفاً بشینید. چرا عصبانی میشین؟ داشتم توضیح میدادم، داشتم صحنه رو تشریح میکردم. خواهش کنم شما بفرمایید بشینید. خواستم مشقاسم منظورتون رو بفهمه. ساکت. مومنت. خب مشقاسم، حالا که فهمیدی منظور چیه، بگو ببینم این صدای مشکوکو تو با گوش خودت شنیدی یا نه؟ والا آقا دروغشو میخوان یا راستشو میخوان؟ سلامت باشید. یعنی چه بابا جان، شوخی میکنید؟ وقتی آقای شمسلی میرزا از شما یک سوالی میکنه خب معلومه راستشو میخواد دیگه. والا مثل این که خودش بود. بله خودش بود. بله. جواب سوال اول داده شد. حالا بریم سر سوال دوم.
آقای مشقاسم، شما که اون شب در مهمانی حضور داشتین، بگو ببینم اون صدای مشکوک از ناحیه چه کسی بود؟ ها؟ والا دروغ چرا؟ تا قبل ما گوشمان به صحبت آقا بود که داشتن قضیه جنگ کازرون رو تعریف میکردن. میگفتم وسط پیشونی آقای خدادادخان رو نشونه گرفتن و ماشره کشیدن. تیر اول خطا رفت از بغل گوش خدادادخان. مشقاسم، خانداداش به اینجاها نرسیدن، فقط رسیدن به نشونه گرفتن سر خدادادخان. بله آقا، خب ما خودمان که به چشم خودمان دیدیم خودمان براتون تعریف مشقاسم، لازم نیست تعریف کنی، فقط سوالات حضرت والا رو جواب بده. والا دروغ چرا؟ ما وقتی صدا آمد حواسمان پیش آقا بود. وقتی برگشتیم دیدیم اول شوهر خواهر شما بود، با پشت سرش هم قمر خانم بودند. چی؟ قمر؟ خانم عزیز سلطنه خواهش میکنم یعنی آروم چی؟ باشی، چی آروم میگه؟ باشی، حرف میزنه دیگه. شازده اگه موافق باشید پیشنهادی دارم در مورد آبم. باش، نظر بنده هیچ اشکالی نداره، من کاملا. کسی چیزی نگفت که شما ناراحت شدی عزیز خانم؟ دیگه میخواستین چی بگم؟ خاطر ما میاد یک روز تو جنگ کازرون یک تیر خورده بود وسط دوتا چشم یکی از آدمای ما، از پس کلش زده بود بیرون. بیچاره ملاگری بود. ما هرچه خواستیم بندازیمش رو ترک اسب از میدان جنگ به درش ببریم حاضر نشد که نشد. گفت مشقاسم شما برو، ما دیگه چیزی به آخر عمرمان نمانده. اما مگه ما ولش کردیم؟ مشقاسم، این قصه ها رو بذار برای بعد. شما حاضری در این موقعیت حساس به ما کمک کنی؟ والله مشقاسم، بله. ما تقریبا یه راهی پیدا کردیم که اختلافات خانداداش با آقای دکتر حل بشه. فقط یه مشکل باقی مونده، اونم موضوع صدای مشکوک شب مهمونیه. بر باعث بانیش نعلت. مشقاسم، یادت میگفتی دلم میخواد یه آب انبار تو قیاس آباد بسازم وقف مردم کنم؟ آره یادت میاد؟ والله دروغ چرا؟ ما از آن موقعی که یه الف بچه بودیم دلمان میخواست، اما خدا نخواسته که خرج مخارجش جور شه. این قیاس آبادی های بیچاره هنوز که هنوزه از همون جوغ شور آب بر میدارن. مشقاسم، حالا اگر ما حاضر بشیم تمام خرج و مخارج این آب انبار رو بدیم، تو حاضر هستی به ما کمک کنی؟ ها؟ والله بد نیست، بلا نسبت اگه به ما بگی برو بالای کوه قاف، ما میریم که این کار بشه. زنده باشی مشقاسم، باریکلا. بیا، آفرین، باریکلا، زنده باشی. مشقاسم، کمکی که ما از شما میخوایم اینه که قبول کنی اون صدای مشکوک شب مهمونی که وسط صحبت آقا بلند شد از ناحیه شما بوده. یعنی از محله ما بوده؟ نه نفهمیدی، یعنی اون صدا از طرف شما صادر شده، همینجوری اتفاقی. به این سویه چرا قسم اگه ما بودیم؟ کجا مشقاسم؟ به نان و نمک آقا قسم ما نبودیم. ما که میدونیم تو نبود. آقا رو که از تخم چشما بیشتر دوست داریم کفن کردیم اگه ما بودیم. یعنی شما میگیر ما انقدر بی‌ناموسی؟ مشقاسم، چرا نمیفهمی؟ همه ما میدونیم که کار تو نبوده، ولی از تو میخوایم که فداکاری کنیم بگی کار تو بوده، بلکه این جنگ و جدال تموم بشه. یعنی ما بیایم دروغ بگیم؟ دروغ بگیم اونم به آقا؟ استغفرالله، مگه طاقت چقدر راهه؟ وایسا مشقاسم، فکر آب انبارو بکن. اسمشو میذارن آب انبار مشقاسم، دعای خیر مردم قیاس آباد. ما بیایم به خودمان نسبت اینجور بی‌ناموسی ها بدیم که قیاس آبادی آب بخورن، میخوام 70 سال نخورن. ای بابا، حالا کجا داریم مشقاسم؟ اصلا اگه قیاس آبادی ها بفهمن ما با پول بی‌ناموسی آب انبار ساختیم، آب شورشون هم شورتر بشه، 70 سال لب به آب نمیزنن. شما خیال میکنیم ما ناموسمان رو دوست نداریم؟ ما ناموسمان از سر راه پیدا کردیم. تموم میکنی یا نه؟ چقدر مهمل، چقدر مزخرف. میخوام 70 سال سیاه قبول نکنی. گم شو برو بیرون. مردی که یه بیچش برو گم شو. هیچ نیست بیچاره. یعنی چه؟
سلامت باشی. چه شروع. سلامت باشی. سلامت باشی. واه 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 واه، چه افاده ها. پیشنهاد میکنم برگردیم سر موضوع. چطور به تحقیقات ادامه بدیم بلکه علت اصلی صدا کشف بشه؟ آقایون، من یه فکری به خاطرم رسید. اگه خانم عزیز سلطنه موافق باشن، یعنی اگه خانم عزیز سلطنه به خاطر حفظ اتحاد خانوادگی یه فداکاری کوچیک بکنن. چه فداکاری؟ اگه موافقت کنید به خانداداش بگیم اصلا این صدای جزئی از ناحیه قمر خانم بوده. نفهمیدم. فکر خوبه. قمر چی؟ عرض کردم اگه به خانداداش بگیم که اون شب قمر یه خورده کسالت داشته. یعنی از این چی؟ بهتر نمیشه. خجالتم خوب چیزیه. یعنی چی؟ از روی چرا؟ منم خجالت نمیکشین. دیگه شورشو در آوردین. دختر من از این کارا بکنه؟ دختر بزرگ کردم مثل یه دستگال. حالا که واسش خواستگار اومده، حالا که میخواد به یه سرانجامی برسه، قام و خویشاش براش لقمه گرفتن. اصلا شماها چشم دیدن خوشبختی دیگران رو ندارید. شوهر اولش از دست شماها گذاشت رفت، حالا که باز براش خواستگار اومده میخوان آبرو و حیثیتشو ببرن. مرد شور همتونو ببره. مرد شور این اتحاد خانوادگیتونو ببره. حق با شماست عزیز خانم. اینا اصلا ملاحظه آبرو و حیثیت یه دختر رو نمی‌کنن. قربون دهنت برم فرخ لقا خانوم. اینا نمیدونن که دختر بزرگ کردن شوهر دادن چه مصیبتیه. هر چی میکشم از دست اینا میکشم. همین آقای دکتر ناصرالحکما همه جا چو انداخته که قمر عقل نداره. همینا باعث شدن که از شوهرش طلاق گرفت. مرد بیچاره رو جادو کردن، قفلش کردن. دختر مادر مرده من 1 سال آزگار صبر کرد. 1 سال آزگار شوهر میمرد براش. ولی خب چیکار میشه کرد وقتی یه مرد رو قفل کنن؟ دیگه بدبخت چه خاکی به سرش بریزه. مومن تقصیر قوم و خیشام نبوده. حالا دیگه تو هم سنگشو برسید. خود شما دیر خبر کردین. اگه زودتر میگفتین یه کاریش میکردیم. بالاخره توی فامیل یه دسته کلید پیدا میشه که بشه قفلا رو باز کنیم. هم تو عالم قوم و خیشی حاضر به همه جور فداکاری هستی. مردشور ریخته تو ببره. یعنی چه؟ یعنی چه؟ من این حرفا میزنی؟ ولم کن آقا، ولم چه همچی میکنه؟ من دارم پیشنهاد میدم. من دارم فداکاری میکنم. عصبانی نشین یعنی عزیز چه؟ خان، صبر کنید. عزیز خان، واقعا که شورشو در آوردی شازده. چرا همتون به من چپ چپ نگاه میکنین؟ من از روی خیرخواهی گفتم اگه خواستگار جدیدم خدای نکرده قفل کرد همه بدونن که ما در عالم قوم خویشی حاضر به هر خدمتی هستیم. من که چیزی نگفته بودم. خود عزیز خانم پاچه همه رو گرفت. ندیدیم آقای دکتر چی گفت؟ من اون چی گفت؟ سلامت باشی. بعد حرفی زدم بگیم بعد حرفی زدم. آدم جرئت نمیکنه حرف بزنه. بابا چی میگی؟ قفلش کردن یعنی چی؟ تو هنوز با این سن و سالت قفلش کردن نمیدونی یعنی چی؟ پس چی میدونی؟ از کجا بدونم؟ یعنی سان فرانسیسکو نشده. استالا آخه چه معنیش وقت دارم شوخی میگم. کردنه؟ قضیه مثل این که به شوخی و خنده رسیده. در این صورت بنده با اجازت. خواهش میکنم عصبانی نشین داداش. من دارم خیلی جدی چاره جویی میکنم. من میخوام از آقای سرهنگ بپرسم که اصولاً چه احتیاجی به رضایت خانم از سلطنه داریم ها؟ چه لزومی داره که اونو در جریان بذاریم؟ اصلا آقای سرهنگ شما خودتون تشریف برین با آقا بگین که اون کار قمر بوده. بله واقعا چه احتیاجی هست که موضوع رو به خانم عزیز سلطنه بگیم؟ همین. من از بس برای آشتی دادن شوهر خواهرم و خانداداش تلاش کردم، دیگه حرف منو باور نمیکنه. رفتن من بی نتیجه است. مومن چطور از آقای دکتر ناصرالحکما خواهش کنیم که این کارو بکنه؟ ها؟ سلامت باشید. سلامت باشید. بله آقا. اصلا بنده بارها به خانوم عزیز سلطنه گفتم قمر خانومو باید معالجه بکنه. این دختر چاقه. بله. زیاد میخوره. چیزهای نفاخ میخوره. همین. همین. خب عقل درست حسابی هم که نداره. طبیعیه آقایون وقتی عقل نباشد نفخ معده هم باشد این صداها اجتناب ناپذیره. آقایون
من خواهم رفت. این درسته. بله. حتی به روح مرحوم آقای بزرگ براش قسم میخورم که خودم به گوش خودم اون شب صدا رو شنیدم و جهتش هم درست تشخیص دادم. سلامت باشی. آقای دکتر داره سلامت باز من باشی. چشمم آب نمیخوره. فکر نمی‌کنم قبول کنم. سلام آقای دکتر. سلام پسرم، حالت که خوبه؟ سلامت باشید. سلام علیکم آقای سلام دکتر. علیکم. آقا کجا تشریف دارن؟ آقا اول تو این یکی اتاق تشریف داشتن، بعد از راهرو تشریف بردن آن اتاق. حالا پس اونجا. همونجا. بله. سلامت باشی. اگر آقا رو دیدی نگی ما جاشو به شما نشان دادیم. سلامت آقا بفهمند باشی. که بزرگمان گوشمانه. داداش کبریت داری؟ کبریت؟ نه ندارم. نه. کبریت؟ نه خیر. کبریت؟ سیگار برای قلبتون خوب نیست. خدا کنه خیر باشه. آقایون سلامت باشی. چی شد آقای دکتر؟ چی شد؟ ها؟ آقا خیلی پشیمون شدن که در قضاوت عجله کردن. قول دادن فردا برن از شوهر خواهرشون عذرخواهی کنن. مومنت من که عضو وزارت خارجه هستم آقای دکتر ناصر الحکما رو به ریاست سازمان ملل پیشنهاد میکنم. مومنت اتحاد خانوادگی نجات پیدا کرد، اما مواظب باشید چیزی به گوش خواستگار قمر نرسه و یعنی خانم از سلطنه قفل و کلید همه رو یکی میکنه. اجازه پیشنهاد میکنم دست جمعی بریم سری به شوهر خواهر عزیزم بزنیم. بهتره با هم بریم. همه با هم. سلامت بفرمایید، باشید. بفرمایید. من از اولم گفتم بزنید من برم کارو برسیم. شاه جون چیه؟ من اینجا. دایی جون قول داده بیاد از آقا جون معذرت بخواد. در واقع حماقت هم برای بعضی آدم ها حالا که اون سعادت کوتاه اومده تو هم کوتاه بیا. الهی من پیش مرگت بشم تو رو به روح اموات دیگه دنبالش باشه ندارم. دنبالشو نمیگیرم. یه جنگ کازرونی بهش نشون بدم که هست کنه.